سلام و صد سلام به همه دوستای عزیز ما، خواهران و برادران عزیز ما که چینل ما را از طریق یوتیوب تماشا میکنن. البته سابسکرایبیاتون نره، دنبال کنین ما را تا جدیدترین کارها را به معرفی بگیریم برتان. امروز یک چند تکه شلوارای لیلومتر را بر رونمایی برتان گرفتیم. مدلک های جدید، کسایی که میخواین بپوشن و کسایی که میخواین یاد بگیرن. یک چیز خیلی قشنگ میبینین، کاری که ظریفه، دوشیب کار شده، خامک و نفیسه دوزی. جالیکاری هم خامکش شده، نفیسه دوزی خو جالیکاری است. میبینین ظرافت کاره. لیلومترش ناشوشته است، بدون جیفه شدن و بدون کدام مشکلات دیگه. و لیلومتر اول است، لیلومتر با کیفیت، خیلی مقبول، خیلی قشنگ، رنگش هم سندش هم بیچار است. و لیلومتر شکریسته. و معلومات درباره سندازی بهتون براتون. سندش هم نخیس، اردویش ویکوسته، به نام ویکوسته، ویکوی نخی. و نمونه از یا نمونه قدیم است، البته نمونه جدید نیست اما نوکاری شده. و یک تیکه کرپناز براتون معرفی میگیرم. کرپناز خیلی مقبول، دخته، نفیسه دوزی، چار گله، 4 تخمک، مثل تخمک وار کار شده، خیلی مقبول، خیلی ظریف، یک چیز خیلی قشنگ. و درباره تیکه لیلومتر براتون معلومات بدم. دوستای عزیز ما که معلومات ندارن، یک خواهر عزیز ما از ما خواسته بود درباره لیلومتر ویدیو بسازین و معلومات بدین. لیلومتر و کرپناز تفاوتای زیاد داره. کرپناز است که نرم است، خیلی نازک است، خیلی لطیفتر و نرمتر و که تو استفاده کنه، کسی که استفاده کرده میفهمه خیلی در جان راحت است. لیلومتر چون قاق است، یک ذره قدر استوار چی نمیشه. کرپناز کس خیلی افتاده است، جان خیلی هم تو میشینه، افتاده میره، قمک تیکه کتان ماره مثال بتون برتان. و کرپناز قیمتش هم بالا میه. لیلومتر فکر کنم فعلا 4.5 تا 500 است متراژش. کرپناز کسته هر فی مترش 600 تا 700 افغانی میه. باز اینا دعوا هم جمع میکنه. خدا دوست عزیز ما برشان معلومات بدیم، دعوا خدا کم رو جمع میکنه. و یک دختر که نفیسه دوزی نمونه که متوسطه برتون نشان میده. میتون برتون در تصویر میتونین ببینین. کارک خیلی مقبول، خیلی قشنگ، یک جنسک خیلی ظریف کار، خیلی مقبول. دخت بردار است، دو طرفش جوک شده، جوک لوچ. ما جوک لوچ میگیم میره. خواهرای عزیز ما دیده دیگه، جوک چون به مقبولی خاص میسازه ایره. و درباره نفیسه دوزی براتون معلومات بدم. وقتی نفیسه دوزی دخته میشه با پل تاراش گرفته میشه، باز خود تاره، خود میتیکه دورش با تار میدوزن، تار لوله میکنن. تار خام استفاده نمیشه، تار لوله میشه، بعد از او باز استفاده میکنن. بعض خانم ها را که دیده باشین در پای شلوارایی که میپوشن، لیلومتر که هست با تارش دو رنگ میباشه. دو رنگ ترکیب رنگش اول هیچ کس نمیفهمه، چون واک است ترکیب دو رنگ شده. مثلا سفید با طلایی گرفته ترکیب کرده، یک رنگ مختلف میگیره به خود، کو رنگ از روی در بازار نمیفهمه، کس که پولان نیست. این میرم میبینین چون پختکاریش کم سندش زیاد شده، خدا پر رنگ نشان میده، وسطایش که جلی شده، ساده خانه شده، خانه بندی شده، او خدا ساده تر نشان میده. و یک نمونه نو دو منزله که شاید زیادتر کسان ندیده باشند. این مدل و دی شیپ پایینش یک شیپک قشنگ کار شده که مختلف است نسبت در کارهای دیگه. چون کارهای دیگه که هست پایین اول بردار است، دوم باز کمبر میشه. اما این جور کردیم ما یک شیپک خاص جدید، پایینش کمبر است، بالایش بردار است. یک چیزی که خیلی قشنگ سندازیان بیچاره است، کش لیلومتر است، با کیفیت و کار خیلی مقبول کار شده. و لیلومتر در برنامه دیگه هم براتون معلومات دادم، بازم یک معلومات مختصر براتون میدم. لیلومتر ژاپنی است، از ژاپن می دیگه کشورها لیلومتر جور نمیکنن و دیگه کشورها هم دارن، اما کیفیت که لیلومتر ژاپنی داره هیچ کدام از یا نداره. تا بالا از دوران فکر کنم 10 سال یا 20 سال پیش لیلومتر از وقتی که جور شده دینیم یک کیفیت و یک مدل و یک اندازه میایدیم، یک رنگ. لیلومترهای دیگه از دیگه کشورها کیفیتی ایره نداره، اینقدر مقبول و ستره و منظم نیست
کیفیتش خلاصه کلا ضعیفه براتون بگویم. و این نمونه که نوع دیگه که میبینین به تصویر براتون کشیدم، یک نمونه که خیلی مقبول است پنیرک دوزی میگیم ما. پنیرک دوزی شیپ جدید است، خیلی خوشدار زیاد داره، کارک خیلی مقبول است، مردم ها خیلی دوستش دارن. ای با سرچادر هم میتونیم برای دوستای عزیز ما کار کنیم، سر تکه هم میتونیم کار کنیم، تنها سر لیلون کار نمیشه، رنگای مختلف میشه که از این کار کنیم براتون. میبینین چقدر چتکه‌ای مقبول، تا زانو چتکه کار شده، پایین آشاییس چادرهایش به دیگر روز با تصویر میکشیم امرایتان. با ما باشین، با تصاویر، با ویدیوهای جدید، با مدل‌های جدید با ما باشین و ویدیوهای دیگه ما رو حتما تماشا کنین. کلا ما در باره صنایع دستی فعالیت داریم، میتونین ویدیوهای ما رو ببینین. از دکان‌ها مصاحبه با دکاندارای عزیز ما مصاحبه داریم درباره کار، درباره کیفیت کار، درباره مدل‌های جدید، درباره کارهای خاص. با ما باشین. لایک و سابسکرایب یادتان نره. اگر چینل نو اومدین سنگوله رو فشار بدین.